این دفعه دیگه همشو میخونه. اپ کاتیونیکس شاد که دستخط شما رو میخونه آپدیت شد. بالای 90% دستخط‌های متفاوت رو تشخیص میده و خیلی راحت میتونی اندازه‌هات رو تبدیل به نقشه برش کنی. تازه خروجی دستگاه کات هم بهت میده. دیگه چی میخوای؟ همین الان وارد نرم افزار شو و ببین چقدر تو زمانت صرفه‌جویی میشه. آپدیت پنجم کاتیونیکس به درخواست شما منتشر شد. وارد بخش آنالیز کابینت شو، آنالیز جدید رو بزن، مشخصات پروژه رو وارد کن و انتخاب یونیت رو بزن. برو تو بخش کمد و ویترین و استفاده کن. شما توی کامنت رو به اون بگید دیگه چی اضافه کنیم. طبق آمار به ازای هر یک کابینت ساز تو بازار ایران 4 تا طراح داریم. اگر طراح سه‌بعدی هستی توی این بازار رقابتی به یه مزیت خفن نیاز داری. با اپ کاتیونیکس میتونی علاوه بر طراحی به مشتریات ریز اندازه یا کات مستر کابینت ها تولید کنی. همین الان از katuniks.com نرم افزار رو نصبش کن و این پست رو برای دوستای طراحت هم ارسال کن. هرچی سفارش کابینت تا آخر عمرت بزنی با جزئیات توی جیبت میمونه. اپ کاتیونیکس تمام پروژه ها و سفارشات شما رو با تمام دیتیل توی فضای ابری ذخیره سازی میکنه تا هر موقع که لازم داشتی بتونی بهشون دسترسی داشته باشی، حتی اگه گوشیت بسوزه. کفیات رو تو دل میزنی یا زیر کار؟ توی نرم افزار ما میتونی هر دوتاشو داشته باشی. بیا تا بهت آموزش بدم. یه بخشی داریم توی تنظیمات پیشرفته با عنوان کفیه یونیت قدی و بدنه یونیت قدی که به صورت پیش‌فرض کفیه‌ها رو زیر کار در نظر میگیره که باید مقدار کفیه یونیت قدی 0 و بدنه یونیت قدی رو 3 و 2 در نظر بگیرید. اگر روش کاربری به گونه‌ایه که کفیه‌ها رو توی دل کار میزنه، کافیه که داخل همون تنظیمات مقدار بدنه یونیت قدی رو 0 و کفیه یونیت قدی رو 3 و 2 قرار بده. تازه این شخصی سازی رو برای یونیت‌های هوایی و زمینی هم به صورت مجزا میتونید انجام بدید.